радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. نیمیشبی به کتاب رسیدند. ابراهیم جان ماشین را به میدانچه پهلوی چایخانه سری راه برآورده، تکیه‌گاهی پیش آن را خوابانیده برای خرامان بستری ساخت. اندک دم گرید. 400 کیلومتر دیگر ماند. بامدادان باز به راه می درآییم. خودش از چایخانه چی که در گوشه پینک رفته بود پلاس پرسیده روی تخت صوفه بدگی سر کمبینیزان شافیریش را لنده کرده یازید. با وجود خستگی به چشمانش خواب نمی آمد. گاهی از کوچه ماشین های پربار غراس زنان می گذشتند، خصوصا غراسی اتومبیل هایی که به فرازی به سوی کوتلی بلندی تحت قرچه می برآمدند زورتر بود. ولی خواب او نه از مغلی راه گریزان بود. همان اضطراب خوشبختانه وجودش را ترک نمی کرد. از جایش برخاسته به نزد ماشین رفته نگاه کرد. خرامان در خواب بود. خاطر جمع شده به کنار کوچه فرآمد. اندک آبی در جویه کشیده رازنان جاری بود. پارچه پارچه نور ماه از میان نوده های اکنون برگیازانیده درختان گذشته روی آب، اسفالتی راه، کعدها و در و دیوار چایخانه خیال آلودانه الوانج می‌خورد. با آب صاف جویچه دستروی شسته از کنار راه به قدم زنی در آمد. او فکر میکرد که کی آن روز میرسد که خرامان با پیوستن تقدیر خود با او راضی میشود. با سرگذشت های گران خرامان فعل عجیب و غریب و مرکبی او را به یاد آورده با خود اعتراف میکرد که از جواب یافتن به این سوال عاجز است. گاها نقل خرامان را از حیات پیشینش، علل خصوص از زندگانی عائلوی، از خصلت‌های شوهر جوان مرده‌اش به خاطر آورده مشوش می‌شد. آن حال که یاد آن مرد از خاطر و صورت او از مد نظر خرامان دور نرفته است، او را هم تسکین می‌بخشید، هم ناامید می‌کرد. از آن جهت تسکین می‌بخشید که خرامان زنی با وفا، صادق و صاحب دل بوده است. از آن نقطه غمگین می‌شد که باعث کناره‌جویی خرامان نیز بیشک همین است. بعضا خالصانه ملاحظه رانده به خود اقرار میشد که به آن مرد مرحوم حسد میبرد، نه فقط برای آنکه یاد زنین وفا پیشه را پس از مرگ بی محلش هم به مدت مدیدی تسخیر کرده است، بلکه نیز از آن سبب که آن کس مرد بوده است، قلبی بیغش و نجیبی داشته است. آیا آن کاری که او بی اختیار باشد هم کرد از دست هر فرد دیگر می آید؟ آیا اگر او بجای شوهر خرامان میشد به نجات جان دشمن جانش میشتابید که در بدل 2 سال منبع رنج و عذابهای آنان بود؟ بگمان پس در نهاد آن مرد چیزی بود است که حتی ادراک آن برای ابراهیم جان دشواری میکند. پس خرامان حق بود است که ابراهیم جان را به حرم خانه قلبش که آنجا یاد شوهرش مسکن گرفته است به آسانی راه نمیدهد. در این گونه ساعتهای بیخوابی و پر از فکر و خیالات او زن نکاحی‌اش را نیز به خاطر می آورد و در حال کوششی به کار برده فراموش کردن می‌خواست، چون که خود را گناهکار حس می‌کرد. کاش که آن دخترک طبیعتاً آدمی بدفعل و زشت اعمال می‌شد. آنگاه 4 عیب شرعیش در گردنش می‌گفت و از رنج وجدان رهایی می‌یافت. گناه آن محسومه تنها همین بود که نتوانست دلی او را به دست آورد. دختر ساده دلی بود و تصوری نداشت که این کار را چنو می کنند. سوار پدید آمد از تخم سام، که دستانش رستم نهاد است نام.
بیامد بسانی نهنگی دژم، که گفتی جهان را بسوزد بدم. همی تاخت اندر فراز و نشیب، همی زد به گرز و به تیغ و رکیب. ز گرزش هوا شد پر از چاک و چاک، نیرزید جانم به یک مشت خاک. همه لشکری ما به هم بردرید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. درفشی مرا دید بر یک کران، بزین اندر افکند گرزی گران. چنان برگرفتم ز زینی خدنگ، که گفتی ندارم به یک پشه سنگ. کمربند بگسست و بندی قبای، ز چنگش فتادم همه زیر پای. بدان زور هرگز نباشد خزور، دو پایش به خاک اندرون سر به ابر. سواران جنگی همه همگرو، کشیدندم از چنگ آن لختی کو. تو دانی که شاهی دل و چنگ من، دلیری و کردار و آهنگ من. به دست وی اندر یکی ریشم، وز آن آفرینش پراندیشم. یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ، نه هوش و نه دانش نه رای و نه هنگ. همانا که کوپال 300,000، زدندش بر آن تارکی نامدار. بگفتی که از آهنش کردند، به سنگ و بر رویش برآوردند. این پارچه‌ای بود از حکایت افراسیاب بر پدرش آید به نخستین نبرد با رستم، که کریم جانکه از شاهنامه با آوازی بلند می‌خواند. از شاهنامه اصیل که پسرش برای او آورده بود. کریم جانکه هر روز 2-3 بار از داستان پارچه ها می‌خواند. بعد معاینه دکتر یا پروسیدور معالجوی یا خوراک پیشینی و شام اندکی دم گرفته، آن کتاب غوث بزرگ روی دست می برداشت و عینک به چشم گذاشته قرائت می کرد. راست در مطالعه بابهای اول دشواری می کشید و ایران شدن وزن مصرع ها را حس کرده خوانش را قطع می نمود، به اندیشه می رفت، 2 باره و 3 باره می خواند. گاه به مضمون بعضی کلمه ها سرفهم نرفته با جبین پرچین، گاه به صحیفه کتاب، گهی به هم پلته ها چشم می دوخت. پوری سام می گفت او خود به خود خیالمندانه. آنگاه ناصر عباس یا ابراهیم جان به امدادش می رسیدند. پسر، پوری سام یعنی پسری سام. ها خوش رحمت، انا این دختی مهراب و از پوری سام شد. فهمان رحمت باز تشکر بیان می کرد کریم جانکه و به خوانش ادامه می داد. همین که به شاهنامه خوانی ملکی حاصل کرد، دیگر در جای آرام نشسته قرائت کرده نمی توانست. حتما به مابین پلات برآمده راست استاده با همه آواز می خواند. اکثرا جلد قریب نیمپودی مقاوه هایش غوث و گران را با دست چپ برابر سینه برداشته، دست راست آزاد خود را به ضرب مصرع ها به آهنگ عمل یا گفتار قهرمانان حرکت می داد. از این حرکت ها با اضطراب سرافشانی ها بعضا عینکش لغزیده پایان می رفت و او دلتنگانه کتاب را روی میز گذاشته سراسیمه عینک را به جایش استوار می کرد و باز کتاب را به دست می گرفت. با آستانه پلات هر دفعه بیماران راه گذر به تماشا جمع می شدند و با تعجب سر می جنبانیدند. عجب کاری کردم، با خود می اندیشید ابراهیم جان. فشار خون این مرد بلند است. به اضطراب آوردن او برابر کاری است که کودکی را با بازی و جست و خیزها در لب جری بیتک اجازت دهی. حالا او فقط نخستین داستانها را می خواند. در این بحر بیکنار همین که بابهای پرشور مؤثر پیش آمدند، حالش چه خواهد شد؟ بابهای رستم و سهراب، رستم و عشق بوس، رستم و اسفندیار،
دیگر داستان‌های پرتأثیری که قلب خواننده یا شنونده را به جنبش می‌آورند حالا در پیشند. حالی کریم جانکا چی خواهد شد؟ اکنون عکسی تشویق کنی، بگویی که خواندن را بس کند، سودی نمی بخشد. متعصبان روایه می کنند که آیت‌های هستند که هر کس قدرت ذکر آنها را ندارد. آن کس را که دل و ایمان ضعیف است، قرائت آنها از عقل بیگانه می سازد. اگر می گفتند که قرائت شاهنامه کار هر کس نیست، باور کردن ممکن بود. در واقع مخلص نظم باشی، این کتاب صدها باب دارد که هنگام خواندنش گمان میکنی خودت رستم ناموری و از شدت اضطراب نفسگیر میشوی. خود شاعر گفته است هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند. بی سبب نگفته است. ابراهیم جان شنید است که یک دیریژور امریکایی هنگام مشق کنسرت یکم چایکوفسکی از تأثیر احساساتی که این اثر سیمفونی القا می کند هر دفعه چنان به هیجان می آمد است که تا آن را از بر کردن ارکسترش به کسل روحی گرفتار شده به طبابت خانه افتاده است. شاهنامه در تأثیر و عمل از همین قبیل آثار است. ابراهیم جان را جمعیت ما در روح اینترنشنالیسم تربیت کرده است، در هوای احترام و اعتبار آیین و عنعنه و خاصیت‌های ملی و تمدن جمله خلق‌ها و قوم‌ها. لیکن به اندیشه او اگر ادبیات شناسان عالم به یک جا جمع آمده کنکورس داستان‌های اپیکی باستانی را بگذرانند، از روی عدالت باید شاهنامه را شاه داستان‌ها بشمارند. آثار شکسپیر را قله دراماتورگی کلاسیکی می‌دانند که چرا شاهنامه به قدر کافی دسترس خواننده های عالم نیست؟ او فکر میکرد و به نتیجه می آمد که این نقطه به خواهش آدمان وابسته نیست. گپ در زبان است. اینجا زبان مانع شده است. زبانی که وسیله رابطه مردمان است در این صورت به مانع تبدیل یافته است. نفاست شاهنامه را چگونه میتوان به زبان دیگری بیکم و کاس گذرانید؟ مگر که از هر ملت فردوسی به دنیا آید و این کار را انجام دهد. آخر آثار پوشکین را هم ترجمه می کنند، ولی پوشکینی که به روسی می خوانی دیگر است و به ترجمه می خوانی باز دیگر. راست کریم جانکا حالا ساده ترین پارچه های شاهنامه را می خواند. او حالا در احوال دهقانی است که فرض کردیم یکمین بار به سیاحت مسکو رفته است و حالا فقط شهامت ایروپورت و کوچه و خیابان و بناهای بلند اطراف آن را دیده، چنانه که در کتاب‌های قدیمه می نوشتند انگشت شگفت به دندانی حیرت گزیده است. او با آستانه خود پایتخت قدم گذارد، به محل‌های بیشت مانند آن برسد، چی خواهد کرد؟ به چی وضع خواهد افتاد؟ ابراهیم جان پری روز از پس زردادخان به دالان برآمده آهسته گفت که کریم جانکه شاهنامه خوانی می کند. میدانم گفت دکتر، و شاهنامه شما دیدگی نه دکتر، اکنون اصلش می خواند. سخت به اضطراب می آید. دکتر به اندام ابراهیم جان لحظه تبسم کنان نگریست و علاوه نمود. خواندن اصل شاهنامه را خودتون توصیه کرده بودید، همتونه؟ ابراهیم جان به علامت تصدیق سر جنبانید و در سوال دکتر اکنون از مسئولیت کردار خود به طرز افتاده گفتنی مضمون را پی برده سرخ شد. میلش گفتنی خان، به زیور تعیین میکنم در عین کتابخانه‌اش مرا آگاه کند. سنجیده میبینیم. دین دکتر در همین گونه اسنای به پلت وارد شد. کریم جانکه دست آزادش را در هوا الوانش داده چنان سرگرم شیرخوانی بود که به پهلویش آمدن دکتر را حتی اقلا یک ته سفید او را پی نبرد. علی خان وجاهت او را دیده در آن ناکی می خندید. کریم جانکه با حرارت می خواند: دو لشکر بسانی دو دریای چین، تو گفتی که شد جنب جنبان زمین، بیامد دمان قارنی رزم زن، و از آن سوی
گر سیوزی پیلتن، ز آواز اسپان و گردی سپاه، نه خورشید پیدا نه تابنده ما، درخشیدنی تیغ الماس گون، سنانهای آهار داده بخون. 1 دقیقه، گفت علی خان و کتاب را به نرمی از دست کریم جانکه گرفته روی میز نهاد و خود او را به کد خوابانیده فشار خونش را سنجید، نظمش را بشمارید، به تپش دلش گوش انداخت. پس روده یکی استتسکوپ را به گردنش پرتافته گفت خیزید کریم جانکه، هر قدر می خواهید خواندن گیرید. ایوان عمک آمد، چشمانش گریه آلود می نمودند. چی شد اندریچ؟ دست به کتف لاغر پیرمرد نهاده با آهنگ نوازشکارانه ولی خواطرآمیز پرسید ناصر عباس. کوسه، گفت ایوان عمک و لب فرو بست. ابراهیم جان و ناصر عباس به همدیگر سوالآمیز نگاه کردند. کریم جانکه که از تقویت دختر روح گرفته بود و با وجود خسته شدن آوازش باز کتاب برداشته آماده خوانش میشد، از رایش برگشت. غلطی بود است این کوسه، گفت ایوان عمک. کدام کوسه؟ وای، بیمار همسین من از پلت 12. دیگر از او چیزی نپرسیدند، امین بودند که همین حالا خودش شکایت میکند. ایوان عمک از بس که از التفات دختر صاحب امتیاز بود و هر وقت که خواهد تغییر لباس کرده به کوچه های گرد و اطراف می برآمد، چند بار پیرمرد کوسه را در پس دیوار کسلخانه در پهلوی دکان نان دیده است که نظر به رفعهای دکان افکنده از زیر لب پیچ راست می زند و هر زمان دست بروی می کشد. امروز ایوان عمک از او پرسید است که در اینجا چی کار می کنی؟ کی را دعا می کنی؟ تو نام این نانها را می دانی؟ به جای جواب خود سوال داده است کوسه. نباشد چی؟ من نمی دانم. نام نانهای تاجیکی می دانم: شیرمال، فطیر، نان خانه، چپاتی، کنجیدی، باز یک گله. کو تو بگو. نزدیکتر بیا، به تو نامش گویم. تکلیف می کند ایوان عمک، ولی همین که به دیواره شیشه بند دکان جفس می شود می بیند که خود اون نام نحمه آن نانها را می داند. خیر، نانی بولکی مدور، خط شکلش معلوم. بولکه های مدتر روسی، وینگی، فرانسوی را هم می داند. ولی آن کلچه های روغنی یا انا آن برویش کوکناردانه پاشیده یا من آن سلچه ورین قبقبت پیچیده یا بولکچه های 5 تایی به هم دیگر پهلو به پهلو چسبیده را چی می گفته باشند؟ در نخنامه نامش نوشتگی خود را از خجالت برآوردنی شده می گوید ایوان عمک. خیر، گپ در نامش نه ایوان، از رویش گردم، همش هم نان. تسلی می دهد کوسه. من هر روز از زیور رستی به اینجا می آیم. بین، او به در دکان اشاره می کند. نان منتظر خورنده، نگران خریدار. اگر جدا هوسم رود انا از آن کلچه غلدرک می خرم. کلچه بوبلیک، به روسی بوبلیک. بوبلیک بسیار بمزه. یک دانش 5 تین. 5 تین. ایوان عمک اکنون پیخست می رود که موی سفید را با تماشای دکان نان چه اندیشه هایی می آرد. چند قحطی را دیدم من، می گوید پیرمرد. سالهای بسیار نان جو زغاره می خوردیم، همان هم سیرینی. تو کنجاره خورده ای؟ نه، در فرانت گوشت اسب خورده بودم. نبینن گوشت اسب حلال کو. پیغمبرم اون محمد علیه السلام سلم و سلام فرمودند. پیغمبر ما از افتش سخت گیرتر بودند. کنایه می کند ایوان عمک. ثانی ما گوشت اسبی از ترکش بمب مرده را خورده بودیم. به هر حال تخت کنجاره نخورده ای. موی سفید به رفای دکان مدتی چشم دوانیده می گوید من هر روز حکومت دعا می کنم. در هیچ زمین، در هیچ زمان این خیل سیری و پوری، این خیل ارزانی امانی نبود. چشم نرسد گفته دعا می کنم. انا نبین ایوان، یک نگاه کن. نام انتظار. دلم تک می کشد و می رود که مبادا چشم رسد. کلان شونده ها، خواندگی ها از رادیو نان احتیاط کنید گفته نصیحت می کنند. دلم زیر راست می زند که نان خاروزار نشود، ناشکری نشود. حکومت سوید از نوشیروان عادل هم گذراند.
ایوان امک از خیالات پیرمرد، از احساسات پر از صمیمیت او برای قطع آمده بود. پیری دیه از دل گذرانید ابراهیم جان. از سهل گپ برای قطع می آید. نباشد این خیلی آدمان به قدر نان می رسند و حتی آن را می پرستند، لکی در لکند. همسایه آنها صحیح ترش همسایه برادر است که یزن پادشاه می نامند. عیناً همین خیلی آدم وقتی جنگ با رفیقانش در محاصره مانده، روزهای آخر محاصره ریشه گیاه و پوسلاخ درخت را جوشانیده خوردند. از انجام جنگ 13 ساله گذشت و یزن پادشاه تا حالا از پیش دکان نان با دست خالی گذشته نمی تواند. هرچند می داند که خانهش پری نان است، هیچ نباشد باز یک بخانک نان می خرد. اولها هر دو پای سونیش چوبین بود. حتی از بالای شیم جای غرمها، پیوندها، تسمه های غوث درشتش نمایان شده می ایستاد. هنگام راهگردی پایهایش مثل جواز کهنه جراس می زدند. به همان اول هم بر علاوه دستاویز هر روزش به طور خلطه 2-3 بخانک نان انداخته می آورد. این مرده که چیکار کردن در کاره؟ به ینگه ابراهیم جان حسرت می کرد زنی یزن پادشاه. دیگر شدن زمانه این آدم کی می فهمد؟ خلطه نان قاق گودارها آمده می برن. این اوبال نیست؟ مسلمان ها؟ خرامان حالا در کجا باشد؟ با چی کاری مشغول است؟ در صحبت چگونه آدمان است؟ مبادا پرربی ساختمانش بر این یگان آلفته خوشامد زده ایستاده باشد. اگر تا حال به ابراهیم جان در جواب اظهار محبت یگان چیزی اندکی روشن می گفت، دلش اینقدر در شکنجه نبود. به 1000 کوچه و کوی سربسته در آمدن نمی برآمد. چنان که آفتاب قوه توانای جاذبه را مالک است و با وجود آن سیاره های اطراف خود را دائما در مسافه معین نگاه می دارد، او نیز عاشق بیچاره را نه به نزدیکش را می دهد نه دور رفتن می ماند. به دوشنبه رسیدن زمان ابراهیم جان حتی سر و روی خود را از غبار راه دور پاک نکرده به ایرپورت برفت. وقت ساعت همه ریس های تاشکند دوشنبه را نوشته گرفت. هرچند می دانست که امروز برگشتن خرامان و فرزن برگردد هم به کار برآمدن او مطلقا استثناست، به ساختمانش تابیده از دور به جثه کرندار نگریست که شخص دیگری است، مردکی است. به شهرهای کلان نزدیک غیر از رئیس های مقرره عادتاً رئیس های علاوگی می شوند. به خاطر آورد ابراهیم جان و باز به سوی ایرپورت شتابید. از تاشکند رئیس علاوگی نمی شود؟ پرسید او از زنی که در بودکه بیوروی معلومات می نشست. شود اعلان می کنیم. همیازه کشیده با دل ناخواهم جواب داد زن. پیشکی نمی دانید مگر؟ شما پیشکی می دانید که امشب چه خوابی می بینید؟ نمی دانم، لیکن می خواستم که یگان آدمی خوشمعامله به خوابم درآید. الها درآید. اما همان آدمی خوشمعامله را سوالهای زیادتیت آن کتی گرنگ نکنید. خوش بزر خودداری کرده از پیش بود که دور شد ابراهیم جان. عجایب خصلتی دارم بعضی آدمان. خسته شده باشن به سوالتون مختصر جواب دادنی شده چیزی میگوین که باعث روده بر این کشال یافتن مناظره میگردد. خود ابراهیم جان همساس رئیس که علاوگی یعنی بیرون از جدول شد، آن را قبلا از کجا میفهمند؟ پیش از پرسیدن میهش را 1 دقیقه کار میفرمود، حالا توبش خیره نمیشد. به این هم خاطرش پریشان بود که روز دیگر میان کینستودیا و ایرپورت گویا تار میتنید. ابراهیم اینقدر ماکو بریم با کجا رفت آمد میکنی؟ در تک دروازه ماشینی او را داشته پرسید قمر. به هر جا، به فابریکه زنبرغلتک، انستیتوت تبسم، ارتلی، بادبرک بافان، بازار هوا بلندان نمی روی؟ تو را لازم باشد مرحمت بشین میبرم. صبر کن جوره، برای تو شده من به گفت قدیمه ها آن دنیا هم را سوزانیدم. یعنی به سردار به همین خیلی یک آدم خوب دروغ گفتم. اول اینکه فرق ندارد به آدم خوب دروغ میگویی یا بزیشت. ثانی دروغگویی تو نویگری نیست. بس کن هرزگو، خرد از لای گذشته. 1.5 روز غیب زدی. سردار گمان میکند که تو در کابینت را بسته متن جنگلبان را مینویسی. خیر جرگی همین دیه. جرگی باشد چرا سیر رو پیازت از من روز میکنی؟
حالا به درجه آوازه کردن رسیده است. جره جان به من گویی آوازه می شود؟ ابراهیم جان چیزی نگفت و دستی به در ماشین گذاشته دوستش را منتدارانه فشرد. اما قمر همچنان گله گذاریش را دوام میداد. وقتی آخر بیگانه برین تو. یک بار حتی به سرم خیالی آمد که مبادا در شهر دسته راهزنها پیدا شده باشد و تو را به آن دسته کشیده باشند. براستی این خیلی اندیشه به هر کله آمدن نمیگیرد. جره این کله ما باید احتیاط کنیم. این دم از قراولخانه درآمدگاه ابراهیم جان را به تلفن دعوت کردند. اکای ابراهیم جان، از گوشک آواز خرامان برآمد. وی میخواست ها بله لبی بگوید، اما نفس در گلویش پیچید و صدای بیزیب خراسی برآمد که خودش هم چی ندایی بودن آن را نفهمید. ها خرامان، این منم، ابراهیم، من عالمی از کین استودیا. سراسیمه قطار کرد ابراهیم جان بدی گلویش را افشانیدن از ترس آنکه خرامان هزلی بیگانه ها پنداشته گوشه که تلفن را نآویزد. در نزد پشتمتی کلام واخوردند. این علامت خیر از دل گذرانید ابراهیم جان. اینجا ملاقاتگاه دیرینه جوانان دوشنبه، جای بخاصیت. خرامان گرم واخوری کرده در حال گفت که اگر وقت داشته باشد او را بگاهی به سیری صحرا برد. بهترش به همان جایی که باری رفته بودند و از آنجا از دامن کوه شهر را تماشا کرده بودند. در اندام، خصوصا در نگاه چشمان، در معاملهش دگرگونی خوشی مشاهده می شد. سخنانش نرم و از نزاکت حلیمانه رنگین بودند. آخر ماه مرد، کوه دمن همه سبزه پوش بود. خرامان تا به سری کوتل برآمدن ماشین را در چند جای نگاه دارانیده گلهای دشتی میچید. به همان جای پیشینه رسیدند. هر دو بیرون آمده در کنار نیشیبی ایستادند. خرامان دقیقه شهری در آغوش تومن سفید تاب آرام خوابیده را با شوق تماشا کنان خطاب کرد. چه خیلی نغز، که ابراهیم جان؟ نغزه؟ بسیار. فقط شهرتان پزوان شدید؟ شهر. خنده کنان گفت خرامان و در جواب کنایه‌اش انگشت به لب او گذاشت که خاموش باشد. شهر خوشبخت. میدانید خوب شد که به انجمن رفتم. رشته سخن را به دیگر سوی میکشید خرامان. خیلی سخنهای تازه، نقلهای عجایب شنیدم. یک استاها بودن که آخر من همین کسبم بسیار دوست میدارم. کسبتان هم خوشبخت بوده است. خیر ابراهیم جان، مانید من جدی گپ زده ایستادم. من هم جدی. میدانید اگر از من پرسن که کسبت به چی هنری عوض میکنی، میگفتم که فقط به وظیفه پیلوت ورتالیات. اگر آموزانند البته. به هر حال عوض میکرده اید. گفتگوی آنها قدر گفت و شنود دو ناشنوا را مانند بود. یکی سخن را به سری مقصد خود کشاله می کرد، دیگری قصداً به این اعتنایی نکرده حرف خود را می گفت. من از شما منتدار. رحمتک ابراهیم جان. او از آرنج ابراهیم جان داشته نرمکک فشرد. عجبا می گفت خود به خود. این زن از جنسی زنهای زمینی نیست. با چشمانی از تعجب کلام گشادش برای خرامان نگاه کرده می ایستاد. پس واقعی رخ داده نهایت به شعورش در رسید و او بی اختیار باز به خرامان نزدیک آمد. شد، گفت خرامان با جدیت اداآمیز. میدانید بچه های شوخ به پیش اتومات آب یا روزنامه فروش آمده چیکار میکنند؟ اول از روی قاعده از آن حق میگیرند. ثانی به شوق آمده با یاری هر گونه پولکچه، سیمچه یا چوبچه ها باز چیزی ستانیده نمیشوند. فهمو جواب داد ابراهیم جان. دیگر بچگی نمی شود. فرق اتومات و آدم هم فراموش نمی شود. وعده می دیم شما با وعده استاد افتش، با وفا هم. دلیل دارید؟ دلیل؟ ابراهیم جان با قفا به سوی مسکویچش نگریست، گویا دلیلی دعوایش آنجا باشد. برای شناختن وعده باز مهلتی دراز شرط نیست، اما برای دانستن وفا بیش هم مهلت ضرور. صبر کنید، اثبات میکنم. کنید دست دهید. تکلیف نمود خرامان
آنها چنانه که در ملاقات‌های رسمی می‌کنند دستان یکدیگر را سخت فشردند. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоии палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов шунидед. анҷоми гуфтори 15. шоду муваффақ бошед.